این انت الا نذیر، نیستی تو مگر بیم دهنده هستی. چرا در اون زمان مردمای کافر لجوج عنادی بودن، از او خاطر الله تنها میگه که نذیر هستی. انا ارسلناک بالحق بشیرا، بله دلجویی و تسلی برای پیغمبر علیه السلام است. اگه این کردلا ایمان نمیاره، این تعجب جای تعجب نیست. چرا؟ تو مسئولیت خدا پیش میبری، الله برات اجر داده رویسته. چقدر نصیحت بزرگ. یک انسان دعوت میده دلسوزی میکنه سری کسی، ولی سری از او هیچ تاثیری نداره. انسان خسته نشوه، مایوس نشوه، نگویه که چرا نگو. تو حرکت کردی، کار کردی، الله بیننده است، اجرت نوشته کرده رویست. اما واقعی ایمان نآوردن هیچ پروایی به تو نداره. چرا؟ صداقت نبوتی تو آشکارا شده دیگه. این ارسلناک، یقینا ما تو را روان کردیم ای پیغمبر علیه السلام بالحق، با دلایلی که واقعیت داره، موافق فطرت است، موافق عقل است، موافق مصلحت و حکمت است. همه چیزی که تو آورده مکمل، کسی هم در روی انتقاد اعتراض کردن نمیتونه. بشیرا، در حالی که خوشخبری دهنده استی، یعنی او کسانی را که واقعا دعوتی تا میپذیره، و نذیرا، بیم دهنده استی کسایی که آلوده به شرک و کفر به نافرمانی است. و این من امت، نیست یک جماعت، یک طایفه، یک امت، الا خلا مگر تیر شده فیها در امت نذیر، بیم دهنده. مراد از بیم دهنده خدا کنه که خودی پیغمبر باشه یا قاصدین انبیاء علیهم السلام، یعنی به مردم دعوت رسیده، اتمن دعوت برشان در گوششان رسیده. آلی دیگه اگر کسی قبول کرده که نکرده، به خود کرده. و یکذبوک، اگر نسبت دروغ به تو میکنه پیغمبر علیه السلام، پس فصبر، صبر بکو. این جزا محذوفه، صبر بکو، مایوس نشوی. چرا؟ فقط کذب الذین، یقینا نسبت دروغ کرده بود کسانی که من قبل این پیش از جا بودن انبیاء علیهم السلام دیگر هم. جاءتهم رسولهم، آمده بود انبیاء علیهم السلامشان بالبینات، به معجزات واضح یا احکام واضح که اگر سر از عمل میکردن در مرتبه سعادت و کامیابی میرسیدن. و بالزبور، آمده بود الله تبارک و تعالی انبیاء علیهم السلام روان کرده بود و انبیاء آمده بودن بالزبور و صحیفه ها، یا به سخنانی که مطلق وعظ و نصیحت دو بود. و بالکتاب المنیر، آمده بودن پیغمبر به کتاب ها منیر که خیلی روشن کننده بود دلایل چی را؟ نبوتشانه یا دعوتشانه. یا مراد از کتاب منیر کتاب هایی که مشتمل به تمام قوانین اجتماعی، فردی و تمام احکام بودن، یعنی دستورات مختلف داشتن. هر نوع دلایل در او کتابا موجود بود، او را برشان داده بودم و هم تکذیب کردن. از امو خاطر در آیت دلداری و چیست دلگرمی به همه او کسایی است که در راه حق روان است، دعوت حق میده. قرآن بر ما میگه که شما دل سرد نشوی، مایوس نشوی. چرا؟ انبیاء علیهم السلام در طول تاریخ که آمده مخالفین در مقابلش قیام کرده، مبارزه شروع شده. خو انبیاء نگذاشته مبارزه خدا و ادامه داده. شما هم همینطور ادامه بده، خو لیکن انجام کار باز معلوم است. البته انبیاء علیهم السلام که آمده اینطور نبوده که دعوای خشک کرده باشه، سند و دلیل داشته. هر رهرو حق باید سند داشته باشه، دلیل داشته باشه. در هر موضوعی که کسی را دعوت میدی باید سند و دلیلش داشته باشی. باز سر جهان رای نزن که دلیل داشتی، باز دیگه که مخلوق باشه، کل مردم یک طرف باشه، فقط دلیل قطعی تو باشه، باز دیگه غمش نکن. بیا انتقاد کو، اینی کار غلط. بیا در مذاکره کتاب الله و سنت رسول الله میشینیم که تو راست میگی یا ما راست میگیم، کدامش است؟ بس بگو. خو این هم یاد داشته باشه که انجام کار و عاقبت کار کامیابی امی دعوتگر از قرآن میگه. ثم اخذت الذین کفروا، بعد از او گرفتم به عذاب خود و کسانی را کفرو که انکار کردن از دعوت انبیاء علیهم السلام، با ارائه دلایل برای از دعوت پیش کردن. این مردم انکار کردن، دلیل برات میاره باز انکار میکنی، الله گرفتشان به عذاب. فکیف کان نکیر، چه قسم بود ای مجازاتی ما، چطور جزا دادم شد. یا کسی را که صحنه را دیده باشه و از او سوال میکنی که چه رقم بود، بسیار سخت مجازات بود. یک دم هلاک شدن بود با سنگای آسمانی، با چیسته صاعقه، با فرو رفتن زمین، با غرق شدن در دریاها، از بین بردن بادها، کلی از یا غرق شدن. این انجام امی مردم مخالف است. از امو خاطر دعوتگر باید بدانه
که هر کسی مخالفت تو را میکنه خیر است. چند روزی تو رام فکر نکو که کسی نپذیرفت الله او را از بین ببره. نه، موقع میده تو را آزار بده، تو در درجات خود تا حد برسی، در کوره امتحان الله خب پخته شوی که واقعا تو مبارزه میکنی یا نه که ترک میکنی. ولیکن ایره بدانی که آخر کار تو کامیاب هستی. الم تر ان الله انزل من السماء، صحنه جدید عالم مخلوقات الله برای ما پیش میکنه. بله، آنقدر دلیل مقنع، الله اکبر، که اگر ما یقینا یک کمی بیندیشیم باز دیگه جرأت نداریم که سری تعظیم به دیگری بگذاریم با جز از الله. باز دیگه برای ما حق نمیده وجدان ما که ما سجده به غیر الله بکنیم یا عبادت به غیر الله بکنیم یا به کسی دیگری حاجت خدا پیش بکنیم. این نمود دلایلی است که بالکل مشاهده میشه و تو با چشم سر میبینی. ببین دیگه چطور است. آیت ها برای ما الله را از راه دیگه معرفی میکنه خدا که چه رقم الله را بشناسیم. الم تر، تو نمیبینی مخاطب، ان الله یقینا الله تبارک و تعالی انزل من السماء، فرو فرستاده میفرسته من السماء از آسمان ما آب فرستاده. فاخرجنا، الله میگه ما کشیدیم بی توسط آب ثمرات میوه ها را مختلفا الوانها که مختلف است رنگایشان. انسان اگر دقیق شود بس درک میکنه آبی بیرنگ است، یک آبی بیرنگ است در یک زمین آمده، ولی زمین میبینی لاله ها بگوی گل ها گیاه ها میوه ها رنگ از او میبرایه. امی رنگا را کی میده؟ امی رنگا را توسط یک آب بیرنگ کی میده؟ در یک میوه در یک سیب ببینی چند رنگ یک جا شده، در یک انار ببینی چند رنگ یک جا شده. این ترتیب و تنظیم میوه ها و گل ها. گل میبینی چه رقم گل است، برگا سفید، در بینش سرخی، باز در بین یک کمی سیاهی. امی یک دفعه یک برگ گل مشاهده بکو چندین رنگ است. این را کی میده؟ آب خو یک آب است، زمین یک زمین است، یک رقم شوره و پاروی گپا خورده. چرا؟ چطور انسان عاقل نباشه الله خدا نشناسه؟ چرا؟ میوه ها را اگر بگیریم کلش این مختلف الوان هاست، یا است که مختلف الوان ها مختلف است، رنگایشان، خواصشان، طعم و مزهشان، ساختمانشان، یکی کلان است، یکی خرد است، یکی به یک شکل است، دیگهش به دیگه شکل است. میوه ها را ببین، زردالو کدام شکل داره، لیکن مقابل انجیر چی شکل داره، انار چی شکل داره، انگور چی شکل داره، هر کدامش علیده. آلوچه چی شکل داره، توت چی شکل داره، با کدام سیستم الله او را پیدا کرده. ببینی یک برگ که نظر میکنی چقدر خطکشی ها دو است، رگا دو است که آب این در هر گوشه برگ میرسه. بیبی در این قدرت الله تبارک و تعالی نظر بکن. آیا غیر از الله کسی دیگری را کرده میتونه؟ کلا قطعا نه. الله را نمیشناسی. چرا نمیشناسی الله را؟ روزمره تو خود مشاهده میکنی از یک آب. بله تو انسان هم همینطور است، یک آب است، یک آب است پشتی سر بر ما میاد، ولی تو را چه قسم چی میکنه؟ رنگا میده. و من الجبال جدد بیض، و گردانیده. الله میگه ما پیدا کردیم من الجبال از کوها جدد پشتها یا راها، بیض سفید و حمر سرخ، مختلف الوانها که مختلف است رنگایشان، و غرابیب و سود، و دیگه کوهایی است که خالص سیاه هستند. این دو معنا داره، یا پشتها و کوها. الله تبارک و تعالی کوها را با مثل یک خط واره انداخته در روی زمین که راه ها توسط شناخته میشه کدام طرف بریم. رنگای کوها را الله تبارک و تعالی متنوع کرده. از یک طرف زیبایی روی زمین الله سرش چی کرده؟ برقرار ساخته. از طرف دیگه نشانه است، آدم راه را گم نمیکنه. از کدام دره میرویم؟ این دره چی نشانه داره که ما از امی را میریم؟ امی سالنگ است. این همی قسم است. الله تبارک و تعالی وضعیت خاصی به هر کوه به هر دره داده که مشتبه نمیشه. اگر کوها یک رنگ می بود، دره ها یک نظم می داشت، به خاطر پیدا کردن یا انتقال از یک نقطه در نقطه دیگه دوچار سردرگمی زیاد میشد مردم. مثل که در کابل بیایی در کوچه یک قسم تعمیرات جور شده باشد، 2 دفعه 10 دفعه هم در اونجا بری بازم خطا میکنی، پیدا نمیکنی. ولی الله تبارک و تعالی در روی زمین این کوها را متنوع پیدا کرده، رنگای مختلف داده. یا مراد از جدد راههایی که در سر کوه هست، او را الله تبارک و تعالی مختلف پیدا کرده. چرا؟ کوها رنگای مختلف داره، راهها قطع شناخته میشه. و من الناس، بعضی از مردم، و الدواب از چارپایا، و الانعام
و من الناس از انسانا و الدواب از چارپایا و الانعام و الدواب جنبندا و الانعام چارپایا مختلف الوانه رنگایشان مختلف است. کذالک مطلب خوینی رقم است. الله میگه ما پیدا کردیم از انسان ها و جنبنده ها و چارپایا مختلفا الوانه رنگش هر کدامش علایده مختلف است. از یک پدر مادر پیدا شدیم آدم و حوا علیهم السلام، اما در این نسل آدم علیه السلام مردمایی است که یک تیکه سیاه است پوستش. سودان بیبی، افریقا را بیبی که تنها دندان سفید میزنه دیگه چیز دیده نمیشه، اما مردم دیگه است که یک تیکه سفید است، مردم دیگه است که گندم رنگ است، مردم دیگه است که زرد رنگ است. الله از یک منشأ چطوری قدر رنگای متنوع را پیدا میکنه؟ او را چی میکنی؟ باز در این رنگا از یک مادر دو دانه دوگانی که پیدا میشه که در یک وقت نطفهش تبدیل به اینمی جنین شده، یک قسم غذا خورده، در یک رحم بوده و بعد از این در دنیا میاد رنگاش متنوع است. یکیش رنگش سفید میباشه دیگه سیاه، شکلای متنوع است. انسان یک نمیاندیشه با این قدرت بزرگ و عظیم الله. این خود به خود همونطور گیاوار پیدا نشده، هستی در پشت سر ازی کار میکرد در تحت علم و قدرت الله تبارک و تعالی که تو چطور ذاتی است. آیا تو نمیشناسی الله را؟ بازم ذاتی که اینقدر کارا را میکنه، حاجتی تو را پوره کرده نمیتونه، مشکل تو را پوره کرده نمیتونه، بچه تو را زنده نگاه کرده نمیتونه که تو به دیگران رو میاری؟ چقدر صراحتا بطلان نعوذ بالله مخلوق پرستی در این آیات ها برای ما دیده میشه که مخلوقی کارا را نمیتونه. کذالک مطلب خینی رقم است. انما یخشى الله، بله خود درسکی میگیره انما یخشى الله، یقینا میترسه از الله، من عبادی از جمله بندگانش، العلماء علما. ان الله عزیز غفور، یقینا الله تبارک و تعالی عزیز است، ذات زبردست است. عزت الله، عزیز بودن الله سرچشمه چی است؟ خوف و خشیت است که از الله باید بترسی. غفورون، مهربان ذات است. غفور بودن الله سرچشمه رجا و امیدیت است، امیدیت برش پیدا میشه. قرآن کریم در اونجا در این آیت دو درس بر ما میده. یکی تعریف علما را میکنه، علما به اصطلاح قرآن کی را میگه. دوم امتیاز علما را هم بیان میکنه که عالم کی است او چه امتیازی داره. امتیازش الله گفت که انما یخشى الله، یقینا میترسه از الله تبارک و تعالی. خشیت چی را میگه؟ ترسی که از عظمت و بزرگی الله در قلبت پیدا شده باشه. عالم چون صفات الله را علم داره، از او خاطر عظمت و بزرگی الله در قلب ازی جا میگیره، از او خشیت پیدا میشه، از او ترس پیدا میشه. چرا خشیت مطلقی ترس نمیگه، ترسی که از عظمت و بزرگی الله که در قلب پیدا شده از او پیدا شوه، اینی را خشیت میگه. و این را واقعا کسی که عالم به صفات الله است اونمو مردم میدانه. این مرتبه عزیزته. جنت هم برای کسی است که خشیت الله را داشته باشه. خب لیکن اینجا علما را کی تعریف میکنه؟ دو تعریف. اول سفیان ثوری رحمت الله علیه که از جمله محدثین بزرگ است، او میفرما علما سه قسم است. چند قسم؟ سه قسم علما داریم. یکی عالم بالله و بامر الله. یکی علما است که سریع علام علم داره، صفات الله را میشناسه، در ذات الله خوب تحقیق داره، صفات الله را میشناسه و احکام الله، فرمودات الله را میشناسه که مسائل فقهی است، نماز، روزه، زکات، حج، مسائلی که مربوطش است مکمل معلومات داره. دوم قسم علمایی است که عالم بالله هست، خو فقط به امر الله علم نداره، الله را میشناسه، صفاتش را میشناسه، خو احکام الله را نمیشناسه، عمل به احکام نمیکنه، عقیده را جور کرده، خو لیکن دیگه این طرف در عمل چیزی دیده نمیشه. سوم قسم اونمو کسی است که عالم به امر الله فقط است، عالم بالله نیست، احکام فقهی را خوب میشناسه، خود مورد عقیده به الله بگوی هیچ چیزی را یاد نداره، الله رحم بکنه. کامیاب عالم کسی است که بالله و به امر الله باشه، هم عقیده درست باشه و هم سری عمل معلومات کافی داشته باشه، اینو عالم واقعی است. کسایی که تنها مسئله فقه را درس میگه لیکن وقتی که از پیشش سوال میکنی که الله کجاست میگه در هر جاست، این عالم نیست. چرا که قرآن نمیفهمه که الله تبارک و تعالی سر عرش است، این قدر یاد نداره. اگر برش میگی که خود کلام الله مخلوق است یا غیر مخلوق، میگه نه،
این قرآن کریم کلام الله غیر مخلوق است، اینطور میگه. یا عالم به الله نشد، یا عالم به الله هستن، خب الله را میشناسه، عقیده خب صحیح، اما در عمل چیزی دیده نمیشه، یا عالم نیسته. این تقسیم سفیان ثوری رحمت الله علیه خب تقسیم است. واقعا علما می سه طایفه می باشه، لیکن تعریفی که قرآن کریم از علما میکنه او تعریف علیده است. تعریفی که از علما قرآن میکنه میگه انما یخشى الله، عالم کسی است که سر وجودش خشیت الله تبارک و تعالی او را فرا گرفته باشه، او را فرا گرفت، احساس مسئولیت خدا میکنه که ما مسئولیت دارم در بارگاه الله و از همه کرده پابند به این مسئولیت، ادای مسئولیت خود است، اون وقتی عالم است. عالم به اصطلاح قرآن کریم که یکی خود تقوا وجودش فرا گرفته، خشیت الله وجودش فرا گرفته. دوم احساس ادای مسئولیت خدا میکنه، میفهمه که من مسئول هستم، بعد ادای مسئولیت خدا بکنم و از دیگرها که در پیش است در ادای مسئولیت پابند است، هیچ لحظه مسئولیت خدا اموطور فراموش نمیکنه. اینی عالم به اصطلاح قرآن کریم است که قرآن برای ما معرفی میکنه. این تعریف علمای ما عالی از ما گرفته تا دیگرها را بگیری، همین تعریف که امرای سریکی صادق میشه. الله سر ما رحم بکنه. خشیت الله خود وجود ما ایج نیست. چرا الله را نمیشناسیم؟ که نمیشناسیم خشیت الله که در قلب آدم پیدا میشه. عمل کردی ما نمایندگی خشیت ما را میکنه که ما خشیت داریم یا نداریم. واقعا ترس از الله داریم یا نه؟ اگر ترس از الله داشته باشیم مسئولیت خدا میشناسیم که ما چی انجام بدیم. همین قدر عمره که ما درس خواندیم برای چی خواندیم و چی باید به مردم بگوییم. درس به این خاطر خواندیم که فقط زندگی آرام، یعنی دست ما در آب سرد و یخ نروه، ما دیگرها مردم ها واره در یخ استاد نشویم که کچالو اینی قدر چیستا گلپی اینی قدر صدا کنیم. با می خاطر، صرف به این خاطر است که اونجا امام شو فقط 5 وقت نماز پیش شو، خو نماز هم به طریق پیغمبر به مردم نده، او کلی عمر تا تیر که آخر که مقتدیایت 20 سال در مسجد هم تیر کرده سلام میگردانه، تو میگی که نو مسلمان میشه، میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. این عالم ادعا میتونه که من عالم هستم؟ این عالم بگویه مقتدیش در حالت شرک میموره، در جان کندن آواز به سخی صاحب میکنه، این عالم هم خدا میگه که من عالم هستم؟ بگویه. این عالم یک سنت رسول الله را زنده کرده نمیتونه که این طریق پیغمبر است و من این را انجام دادن نمیتونم، یا عالم است یا میگه که من مسئول هستم. پابند است، به وظیفه خود پابند است، به آن چیزی که مسئولیتش است پابند است. آیا کدام درس قرآنی به مردم خود داره؟ آیا درس حدیث به مردم خود داره؟ آیا سیرت یک روز در 12 ربیع الاول بیان میکنه یا هر روز بعد از یک نماز سیرت پیغمبر میگه؟ کدامش است؟ آیا در مورد اطفال مردم مسئولیت ادا کرده؟ طفل آدم که آمده 4 زمستان از لفظر آب یا پیشبو آب و تیر نشده، کدامش کرده؟ چه چیزا کرده؟ بگوی مردم چی را یاد گرفت و چه قسم عبادتی الله را انجام داد؟ چه قسم عبادتی الله را انجام داد؟ این علما خود علما بگویه، قرآن خو میگه نیست. از امو خاطر به اصطلاح قرآن کریم علما کسی را نمیگه که سینه خود پر کنه از چند دانه فرمولای علمی جهالی، سینه خود پر کنه از چند دانه قوانین صرف و نحو چیسته از حکمت و منطق. عالم کسی را نمیگه که در مدرسه زندگی میکنه، عالم کسی را نمیگه که در کتابخانه زندگی میکنه، در پوهنتون زندگی میکنه. عالم کسی را میگه که وجودش مکمل تقواست، عمل کردش نمایندگی تقوایش میکنه، مسئولیت خدا میشناسه و ادای مسئولیت میکنه، اونو عالم است به اصطلاح قرآن کریم. این حالی تعریف شما بگیره مگرم عنقاش و به تعریف عالم پیدا کنه. خود دعوام نکنه که ان العلماء ورثه الانبیاء، علما ورثه. تاسف است شما باور به الله بکنی وقتی که آدم از مدرسه فارغ میشه، من نمیفهمیدم، من که از مدرسه فارغ شده بودم بله یک چند کتاب میفهمیدم، حتی در دوران طالبی تدریس میکردم، شاگردا دنبال مرا میگرفت، در یک کتابی ما 100 نفر مینشست، من فکر میکردم عالم هستم دیگه. ولی وقتی که آمدم مطالعه را شروع کردم، کتابا را در حدیث در تفسیر، اونجا گفتم که افسوس سخت شیطان تو را فریب داده بود، تو عالم نبودی، تو عالم نبودی.
تو یک دفعه داخل شو که علم چی را میگه. شما باور به الله بکنی علمای ما اینمی رقم فریب خورده. از مدرسه فارغ میشه، کتابای منطق مثل کامپیوتر وارد اینمی ذهن خود انداخته، خود تنها از پیش سوال بکنه بگو دعایی که در حدیث صحیح برای نان خوردن آمده امیر بگو، اگر گفت من دستی خود قتل میکنم. امی که فارغ میشن، امی که فارغ میشن. تو در کل عمر تعالی را نان هر روز میخوری، دعای صحیحش یاد نداری، تو چطور خود عالم میگیری؟ دیگه گپا خو بگذاری. شما یک دفعه می دعاهایی که خودتان میخوانی دمی اسکار امیر از ملا پرسان کنی، بگو دعای قومه چطور است، جلسه چطور است، از سجده کدام است، کدامش خوانده شود، چی رقم دعاست، که جواب براتون گفته میتونه. یا خوش بایسته که من قانون زرادی و زنجانی از کتابای صرف یاد دارم، فلان قانون نحو را یاد دارم، بس دیگه عالم هستم. من خو منطق خواندم عالم هستم. من خو فلان. عالم ایره نمیگه. عالم بیا که قرآن تعریف میکنه. عمل کردی تو را ببین، عالم هستی. چه رقم عالم هستی؟ تو خو عالم اینا پشتی سر یک کمی قرآن کریم هم تعریفش میکنه. پشتی سرم میگه ان الذين يتلون کتاب الله، یقینا کسانی که میخوانن کتاب الله را. اینجا مطلق تلاوت نیست، بلکه تلاوت که توأم با تفکر و اندیشه باشه، در قلبت فکر پیدا شود، تدبر پیدا شود، او فکر و اندیشه که او سرچشمه عمل باشه که تو باز عمل سرش بکنی، اونو تلاوت است. و اقام الصلاة، چرا؟ اگر تلاوت قرآن با تأمل و تدبر کردی و بعد از اوی تأمل تو منجر به عمل شد، در زندگی خود امی حکم قرآن عملی کردی، اینجا معلوم میشه که تو واقعا حق قرآن ادا کردی. و اقام الصلاة، این نمایندگی است. زمانی که تأمل کردی در تلاوت قرآن کریم، رابطه تو با الله تبارک و تعالی پیدا میشه که الله چی عظیم نعمتا برام داده، عالی دستی رابطه خدا با نماز با الله قائم میکنی. و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم، رابطه تا با مخلوق الله قائم میکنی، خرج میکنه از بعضی آن چیزی که رزقناهم ما برشان روزی دادیم، مصرف میکنه. عالم هستی، قرآن میدانی، مصرف کو. بوجی را پر کردی. من تو را چی کنم که 20 سال تیر کده پانتون ازهر یا در پانتون مدینه یا در ام القرى، هرگاه که تو را دیدم که خاص به خاطر رضای الله در مسجد خود یا در یک مسجد دیگه اعلانت نوشته شد که خاص به خاطر رضای الله رایگان درس حدیث از فلان ساعت تا فلان ساعت، درس سیرت از فلان ساعت تا فلان ساعت، درس تفسیر از فلان ساعت تا اونو وقت باز من تو را عالم میگم. اگر نه که در شهادتنامه را از امو پانتونای بزرگ گرفته ای، یک لحظه آرام نیسته و در هر پانتون شخصی پیشنهادی تا داده ای او شوی تام نارام است، خود صرف به خاطر پیدا کردن پول. باز تو چطور عالم هستی؟ بگو. ما گله داریم اگر ما استادای ورزیده الله ترس داشته باشیم در پانتونا، یک شاگرد چی رقم جور میشه؟ یک شاگرد یک سال قطمه باشه، مضمون سرش داشته باشم، سری شاگرد مضمون داشته باشه، شاگرد جور نشوه. شاگرد باید در یک سالی طور شوه که از ما قدم تیز باشه در تمام امور، هم در عمل، هم در اخلاق، هم در عقیده. چطور استاد هستی که سال تیر میکنی در پانتون بازم نمیتونی که یک شاگرد اصلاح بکنی؟ خود چیست؟ که حرکت به خاطر رضای چی؟ الله تبارک و تعالی نیست، برکت نداره. چرا تو به خاطر رضای الله حرکت نکردی؟ از او خاطر هیچ تاثیری نداره. نه، تو مسئولیت داری. ما از مامورین گله داریم، رشوت میخوره. انجینر، مامور، دکتر، کلش از دست تو استاد برآمده. شاگرد تو استاد است. اگر استاد تقوا داشت، اگر استاد در قلب همین شاگرد خشیت الله را انداخت، ولو که در هر نقطه چوکی خود برسه نخواد که رشوت خورد، اگر از وظیفه معزل شوه، الحمدلله اینطور جوانا پیش ما آمده که وظیفه برش در دفتری پیدا شده، دفتر در مؤسسه $500 $600 $1000، لیکن خیرت از چرا وظیفه را اعلان کردی و کاروبار رشوت میکردن، پروسه های خود توسط رشوت پیش میبردن، از او خاطر کار ترک کردن. حالی خود شرکت است یا مثلا مؤسسه است، او رشوت میده، تو خو نمیدی، خو احساس برش پیدا شد. ما چطور؟ معاونت خو است، همکاری خو است، آلودگی خو است. اونو طور مردم قرآن که کسی بخونه باز اون طور جور میشه. باز گاه یک مظلوم بیچاره را
به خاطر یک کارش صدها روز سرگردان نمیکنه، مثل که در دفتر است. چیست؟ عقیده وجود نداره، عقیده به آخرت وجود نداره که بدانن که الله قطعا محاسبه میکنه. و مما وانفق مما رزقناهم، خرج میکنه از آن چیزی که ما روزی دادیم، سرا و علانیتا، پنهان و آشکارا. پنهان چرا میکنه؟ به خاطر که نشانه اخلاص است، یعنی کاری ما، عملی ما به خاطر الله تبارک و تعالی است. و علانیتا، گاهی آشکارا میکنه برای تشویق دیگرا که دیگرا ببینه وام پن بگیره.